دوستان من خوش آمدید به شبکه قدمشو ایسو. با شما هستم رمضان سیدعلی. در امروزه برنامه دوستان من برای پیشرفت این شبکه به شبکه ما بونه شده زنگوله رو پخش نمایید تا از نوارهای نوی ما با خبر باشید. پند روز: زن اقتصاددان اموال شوهر را احتیاط می کند. مردی خوشبخت در دنیا سه نعمت دارد: زبانی ذکر کننده، قلب شکر کننده، بدنی در بالا صبر کننده و زنی صالحه. زنی که فرزندانش را گم کرده است هر روز برایش روز اول است و این غم پیر نمی شود. نزد زن آید زنهای بیگانه حرف نزنید، زیرا او جرأت پیدا می کند که آید مردهای بیگانه نزد شما حرف زنند. طلا با آتش و زن با طلا و مرد با زن آب می شوند. سنگ بالای تخم افتد یا تخم بالای سنگ، در هر دو ضرر بر تخم است. ظفر مومن از حرام گریختن است. کمی کارهایی هستند که انجام ندارند اما به زحمت انجام نیست. مجبوری زیبا شدن تنها در خاشانه حسن امکان دارد. شخصی که از حد زیاد آرایش میکند زیبایی خود را پنهان کرده است. برای بدن زیبا ذوق و برای روح زیبا درد لازم است. زیبایی بعضی نقصانها را میپوشند. دوستانتان را زیارت کنید وگرنه خار موئلان راه دوستی را میپوشند. برای زندگی کردن باید خوراک خورد، نه برای خوراک خوردن زندگی کرد. زندگی که کردی حق حیات را استفاده کرده ای. نفر به تو پشت گردان زیغ نشو، زیرا دوست و دشمنت را خواهی دانست. اگر مصیبتی کلان داری مگو که مصیبتی کلان دارم، بلکه بگو خدای بزرگ دارم. دو چیز را اصلا فراموش نکن: خدا و مرگ را. گفتن دیگر را در عمل تطبیق کردن دیگر است. انسان با زبانش نه با عملش باید سخن بگوید. با یگان عمل مغرور نشو، زیرا عملها با عاقبتشان سنجش می شوند. دانش زیاد که با آن عمل کرده نمی شود خیبه را می افزاید. شاه عملها سه چیز است: در وقت کمی مال سخی بودن، در تنهایی از خدا ترسیدن و در نزد کسی که از اون می ترسی و چیز طمع داری حق را گفتن. سه چیزی که از پشیمانی عملهایی که از دستمان می اومد و نکردیم سود نیست. افضل ترین اعمال خلاف خواهشات نفس عمل کردن است. حیف بر آن کسی که نمی داند و 70 حیف بر آن کسی که می داند و عمل نمی کند. دوستان من تا ویدیوهای نوبتی خدا نگهبانی ما و شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.